سلام. با اپلیکیشن برق من به راحتی میتونید از زمان خاموشی ها اطلاع پیدا کنید که من لینکش رو توی کپشن واسهتون قرار میدم. بعد از نصب این برنامه روی قسمت خاموشی ضربه بزنید و ثبت شناسه قبض جدید رو انتخاب کنید. حالا اگه شناسه 13 رقمی قبضتون رو دارین که اینجا وارد کنید. در غیر این صورت با چند تا روش دیگه هم میتونید این کار رو انجام بدین. به عنوان مثال میتونید روی اسکن برچسب ضربه بزنید و اون برچسب زرد رنگی که روی کنترل برقتون وجود داره رو اسکن کنید. همچنین میتونید با شماره بدنه کنترل و یا شماره موبایل هم این کار رو انجام بدین. من یک عنوان دلخواه هم براش انتخاب میکنم و روی تایید ضربه میزنم. دوباره تایید رو میزنیم. حالا این شناسه به اپلیکیشن اضافه شد و برای اطلاع از خاموشی ها روش ضربه میزنیم و خاموشی های من رو انتخاب میکنیم. در قسمت خاموشی جاری که فعلا چیزی نیست، ولی اگر روی قسمت خاموشی برنامه ریزی شده ضربه بزنیم تاریخ و ساعت قطعی برق رو به ما نمایش میده. به عنوان مثال برای من زده که در تاریخ 24/1/1404 از ساعت 1 تا 3 به علت کمبود نیرو برق محله ما قطع میشه. سپاس از توجه شما.